دوستان عزیز پس خیلی خوش آمدید به صنف امروزی و قرار است که درس خود آغاز کنیم. ولی قبل از اینکه درس خود آغاز کنیم میشه که یک مثال موضوع دیگر بحث بگیریم تا دوستان دیگر مثل حاضر شدن باز زمان خیر. خب جمعتان بخیر گذشت دوستان عزیز. خیلی زیاد است. به نظرتون جمعه آخر هفته میتونه باشه یا شروع هفته میتونه باشه؟ چیز میکنین مثلا آخر هفته حالت میتونه باشه که اگه هفته پر کار داشته باشین و آخر هفته شما ریلکس کنین. ولی بعض وقت پیش میاد که شما روز ما مدگی میگیم بر هفته جدید توجه شدیم مثلا پلانایی که هفته جدید داریم در آخر هفته پلانینگ میکنیم مثلا در روز جمعه پلانینگ میکنیم که هفته بعدی چیکارا باید صورت بگیره. پس میتونه که آخر باشه اول باشه به نظر کار. دقیقاً اگه هفته بسیار سخت داشته باشه هفته کار داشته باشه شما میتونه که یک شکل از آخر هفته باشه که امکان نیست کار میشه. ولی روز پنجشنبه چیز میکنیم میشه میگی آخر است یا اول ولی بعضی حالات هست که کریتیکال تیمینگ میکنیم و تیپ سناریو رو شما چک کرده میرید. مثلا فرض کنید اگه بگیم جمعه آخر هفته است خیلی پنجشنبه با کدام لیول میتونه باشه پس میدل ویک میتونه باشه یا که نه. خب بستگی داره نظر به سچویشن. ولی بعض حالات قسمت میتونیم بگیم که آخر جمعه است یک میدل پوینت است که نمیتونیم بگیم استارت نمیتونیم بگیم که این اگر شما رو استارت بگیم خیلی شنبه کدام روز میتونه باشه صحیح است به این دلیل. ولی میتونیم بگیم که بعضی یک نظریه دیگه قسم میتونیم بگیم که جمعه خودش یک حالت هست که نه اول و نه آخر است. میتونیم بگیم دو هفته را بین یکدیش میکنه سپریت میکنه جدا میسازد دیگه فرض کنیم مثلا هفته توسط جمعه ختم میشه هفته جدید توسط شنبه آغاز میشه. پس میتونیم جمعه در حقیقت مجزا کننده یا جدا کننده دو هفته میتونه ببینید یک موضوع میتونه که باشه غیر صورت بعض وقتا فکرای جالب در شما میرسه و میتونیم که استفاده کنیم. در صورت دوستان عزیز درس‌های قبلی یک سلسله موضوعات بود ما شما بحث کردیم بسیار موضوعات جالب را خواندیم موضوعات پرچیزینگ داکیومنتس را تا حد امکان و دیتیلز بحث کردیم که موارد بسیار جالب بود دوستان عزیز. در اینا کسی هست سوال داشته باشه موضوعات هست که واضح نباشه براتون و جدید باشه موضوع حتما چهارم بلینگ یا کوتیشن معلومات نرخگیری است در حقیقت است. اگر موضوع نرخگیری انجام میدیم دلیلش است که نرخ دقیق‌تر پیدا کنیم و نرخ درست باشه. ولی بلینگ در کدام حالت استفاده میشه؟ کوتیشن در حالت نظر گرفته میشه که مقدار پرچیز کم باشه از ارزش. مثلا شما یک جنس می‌خرید $300 ارزش داره $400 $1000 حتی تا بعض اوقات تا $10000 چیز می‌خرید کوتیشن جواب است. کوتیشن شما نرخگیری انجام میدید. ولی بلینگ کدام حالت پیش میشه؟ در حالت هست که ارزش چیزی که می‌خرید به حد زیاد باشه. مثلا یک چیز می‌خرید با $50000 می‌خرید و $1 خلاص چیز خریده بشه و بیشتر خرچ باشه با این حالت شما مستقیم کوتیشن جوابگو نیست. باز چیکار می‌کنید؟ سمت بلینگ می‌رید. اونا با داخل بلینگ یک داکیومنت هست که در وبسایت مشخص لیست میشه. حتی ایده تبلیغات می‌کنید. مثلا در سوشال میدیا یا شبکه مخابراتی یک شبکه فرض کنید تلویزیونی را شما پول میدین که این بلینگ داکیومنت رو تبلیغات انجام بده و سراسر کشور چه تا سراسر لوکیشن شده یا شما کلی خبر بسید دیدید یک چیز اینجا خریداری میشه شرکت‌های بروج شرایط است یا یک نرخ خبر ما و نرخش قبول می‌کنیم. یک دیگه حالت دارید حالتایی که اگر اجناس خیلی زیاد میشن 400 500 دونه آیتم می‌خرید در یک پرچیز یا حالت شما برید آکشن میشه شما گفتید مزایده گفته میشه. مثلا فرض کنید در بعضی ویدیوها بعضی صحنه‌ها در مارکت کابل دلار میشه گولی میکنن یا میوه‌ها را میشه گولی میکنن. یه حالتی هست که آکشن میشه. مثلا میگیم این چیز فروخته میشه یک نفر میگه من 10 تومانی میخرم شخص دیگه میشه که بگه 12 تومانی 13 تومانی کسی 14 قسم برام رفته میره یا آکشن یا مزایده گفته میشه. یک تفاوت کوچک بینشون وجود داره. مزایده در حالت فروش داره است آکشن سیل هست ولی بلینگ پرچیز است. اگر ما شما در فروشات داشته باشیم باز یک داکیومنت دیگه یک حالت دیگه آکشن هم میتونه باشه که شما مزایده میگذاریم یک چیز را و به این شکل میذاریم. جست یک فرق کوچک داره بنشون. و یک چیز دیگه است بعضی بیزنس‌ها شما شاید باز بعدا فرمایید بعضی بیزنس‌ها شما شاید بعدا متوجه کوتیشن قسم میگیرن
کوتیشن میگه از یک لوکیشن نباشد، از چندین لوکیشن باشه. مثلا این شما فرض کنید بیزنس اشاره وظیفه فقط نمیگه بیزنس اشاره است کوتیشن میگیری، میگه یک کوتیشن اشاره باشه، کوتیشن دیگه راست مثلا کش باشه دورخونان باشه، دیگه شهر جای دورتر دیگه باشه. مختلف لوکیشن ها باید چک شه. چی است؟ کم 3 تا سوال میتونه تا 5 تا پیش بره. دقیقاً. ولی باز 3 دانه کوتیشن در حالتی هست که ارزش مثلا پالیسی جور میکنن، میگه قیمت جنس تا $300 بود هیچ کوتیشن نمیگیره، اونم کفایت میکنه. ولی باز اگر $300 تا $5000 بود تا $10000 بود باز 3 کوتیشن میگیره. از اگه چیزی بیشتر بود میگه تا 5 کوتیشن پیش بره. باز اگه حد مشخص که زیاد شد موضوع بریم مثلا سوال داره دیگه؟ حتما بسیار تشکر. فکر کنین تا اینجا موضوع استراتژی سر بسیار تشکر با سوال کن. موضوعی که ترم در حالت است که اگر جنس یک شما بخرید بازگشت نه جنس در کدام دلیل بازگشت میکنن. مثلا شما 500-600 دلار یک چیز خریداری کردین ولی یک تعدادش ممکن باشه مشکل داشته باشه، یک تعدادش خراب باشه، یک تعدادش کمتر باشه مثلا، یا هر دلیل مشخص باشه که اون جنس شما قبول نکنید. پس چیکار میکنید؟ اون جنس بازگشت میکنید در اون فرم یا در داکیومنت مشخصات اجناس بازگشت کنه و فرم میشه دیپلومات است. باز این دیپلومات برای کسی که چیز خریداری کرده دور روان میشه. باشه میگیم این اجناس ما قبول نداریم یا در ما اجناس دیگه را کن یا پول از را برای شما پرداخت کنید و پس کنید. صحیح؟ باز این حالت شما رو فرم میشه دیپلومات. دیپلومات توسط سپلایر است که اپروو میشه. باید قبول کنه قبول. دیگه دو سایز سوال دیگه است؟ خیلی است. پیش میریم موضوعات را با ادامه میدیم. موضوعات بعدی اکاونتینگ فور کردیت پرچیز بود که بحث کردیم، یک مثال حل ساختیم که مورد جالب بود. دو سایز اونها رو مشمول سه موضوعات رو بحث کردیم و میمونه دو سایز موضوعات چپتر دهم و نهم. برای فعلا این دو چپتر مشمول اسکیپ میکنیم ولی دوباره سمتش میایم. موضوع چپتر 10 و چپتر 9 کنم عمل میخوانیم دوباره. چپتر 9 است. البته چپتر موضوع چی است؟ کاش. این شما میخوانیم بعد از سایز چپتر 9 و چپتر 10 هم حتما میخوانیم طور میشه دوباره. ولی فعلا امروز موضوع پیرول رو میخوانیم سایز است و سمتش باز پیرول خلاص شد دوباره چپتر 9 و 10 باز موضوع چپتر 11 البته 11 فعلا میخوانیم 12 و 13 رو میشه پیش میریم. برای فعلا مشمول چپتر 11 موضوع پیرول است. ان شاء الله درس ادامه میدیم و پیش میریم. میشه لطفا بیارم و از قسمت پیرول مشمول میشه که درس خود آغاز کنیم. دوستان در چپتر 11 موضوعات رو که شما میخوانیم موضوعات پیرول هست و بسیار به دیتیلز بحث میشه. شاید اگر هفته مکمل شما مخصوص پیرول وقت کنیم و کل موضوعاتی که پیرول شامل میشه لیست شه. اینجا شما میخوانیم پیرول چی است اصلا؟ از قسمی که ازش پیداست معاشات در حد لیست معاشات یک نهاد میتونه پیرول باشه یا معاشات یک نهاد میتونه باشه. شما مورد رو بحث میگیریم که پیرول چگونه در نظر گرفته میشه، از کجا شروع میشه، تا کجا ختم میشه، کدام مسائل شامل هست. پیرول توسطی که پروسس میشه، توسطی که اپروو میشه و توسطی که پرداخت میشه. کل مورد بحث میشه. و موضوعات بیسیک پی کالکولیشن است که بحث میشن در سن قوانین مالیاتی قوانین مالیاتی افغانستان رو بحث گرفته میشه که در قسمت معاشات که مشمول داریم دقیقاً کار وجود داره. خب قوانین مالیاتی افغانستان رو بحث گرفته میشه که چگونه شما مالیات بر معاشات بحث میگیریم و چگونه پروسس کنیم. مثلا فرض کنید جای کار کنیم معاش مالی معاشات چگونه پرداخت میکنیم، کدام پروسه باید طی شود، صحیح است، کدام فرم باید خانه کنی شود، فرم چه قسم خانه کنی، کل مورد بحث میشه. موضوعات اضافه کاری اینجا ما شما میخوانیم که اضافه کاری چه قسم مصرف میشه، بوناس و کمیشن هست، کمیشن پیرول هست و این موارد ما شما تفصیل بحث می‌کنیم. موضوع آخری کار اکاونتینگ فور پیرول هست که بحث می‌گیریم و یک بونس پوینت دیگر هم در نظر می‌گیریم که در یک بزنس چگونه شما پیرول را رکورد کنید و پیرول با چگونه رکورد میشه. متأسفانه در افغانستان یک موضوعی هست مقصد پیرول سپورت نمی‌کنه. وقتی شما پیرول پروسس می‌کنید واسه پیرول رکورد نمیشه موضوع. ولی چگونه شما رکورد کنید بحث در اینکه استاندارد هست و شیوه هست و اون سلام رکورد بشه. و موضوع آخر در اگر وقت مون بدن عادت پیرول مکان بحث میگیریم چگونه پیرول را چک کنیم ببینیم پای ریپورت داده شده پای واقعا این چیز پیرول عملا وجود داره نداره و مختلف موضوعات مشمول شبکه بحث میگیریم.
خب دوستان عزیز پیرول چی است؟ پیرول لیست معاشات یک نهاد میتونه باشه. شاید دو کلمه گرفته شده پی و رول هست. نه رول خود لیست یا رول کاغذ که میگیم سه یک چیز هست. ولی پیرول در حقیقت لیست معاشات میتونه باشه. لیست پرداختایی که نهاد در نظر میگیره میتونه جزء پیرول باشه. و در هر نهاد پیرول یک از موضوعات خیلی مهم یک بزنس میتونه باشه. دلش واضح است نه؟ وقتی هر بزنس از خود هیومن ریسورس داره، منابع بشری داره و هر بزنس خود کارمندا داره. بدون کارمندا هیچ وقت یک بزنس نمیتونه فعالیت کنه، حتی نمیتونه وجود داشته باشه. پس ما و شما در هر بزنس میتونیم بگیم که جزء اساسی هر بزنس میتونه که پیرولش باشه. و مدیریت کردن پیرول یک موضوع بی‌نهایت حیاتی میتونه باشه. حتی از خود بزنس کردن مدیریت پیرول بسیار مهم میتونه باشه. چرا؟ بخاطر که اگر ما شما پیرول درست در نظر گرفته نشه، احتمال از این میره که ما شما کارمند خیالی داشته باشه یک موضوع. یا احتمال از این موجود نباشه که اصلا کارمند در پوزیشن‌های مختلف معاشات مختلف در نظر بگیریم. مثلا یک نفر معاشش نظر به قرارداد $300 تعیین شده، ولی به پیرول معاش ممکن است 1000-2000 نوشته شود. ممکن باشه که بسیار افراد بزرگ اتفاق بیفته. پس پیرول یک از فانکشن‌های بسیار مهم یک نهاد میتونه باشه. و یک چیزی هست که پیرول همیشه یک لینک ایجاد میکنه بین فایننس و بین اچ آر. نمیشه بگیم که پیرول مکمل از فایننس شد یا نمیشه بگیم که پیرول مکمل از اچ آر سمت شده. پس این مثل یک لینک میمونه بین فایننس و بین اچ آر هست که یک بخش از پیرول داره مثلا اچ آر داره که مفهوم بعضی دیتیلز میخونیم کدام پروسه رو باید طی کنه و بخش دومی مورد فایننس میشه که کدام موارد در نظر بگیره و به این سمت پیش میره. و نهادها وقتی که گرو میکنن بزرگ میشن دیپارتمنت مشخص در پیرول ایجاد میشه. یعنی ما شما فایننس دیپارتمنت قسم موجود در اچ آر دیپارتمنت در ضمن پیرول دیپارتمنت هم موجود میشه. پیرول منیجر میتونیم داشته باشیم، پیرول افسر میتونیم داشته باشیم و پیرول اساساً مختلف تشکیلات نظام میتونیم داشته باشیم. پس پیرول یک موضوع خیلی مهم میتونه باشه. پس وقتی که شما در قسمت پیرول میایم چند موضوع اساسی در مرحله اول میشه بخونیم و به تفصیل ان شاء الله که پیش میریم. صحیح است؟ پس میشه که من لوتس که منظم بسازم. فقط فکر کنم که چند لوتس شما نداره، مستقیم از اکانتینگ فور پیرول شروع شده. میشه که ما شما امروز لوتس به صورت مانوال دیولپ کنیم. پس من دوست میکنم که پیرول چی است اینجا بحث میگیریم و با ادامهش هم قسم پیش میریم. کم زمین کنم براتون. مشتم میکنیم صحیح. پیرول یک تعریف خلاصه کنیم میشه گفت که any kind of مشتم میکنیم. میشه گفت که employee earning هر نوع earning یا درآمدی که کارمند داره میتونه شکل چی باشه؟ پیرول باشه. در مجموع پیرول باشه با دو حالت داریم. یک حالت چی است؟ ویجز هست. ویجز با کدام حالت است؟ میشه گفت که تعریف مختصر میکنیم مثالایش میتونم براتون. میشه کنیم که یا ساده‌تر بگویم براتون. صحیح است؟ اینو میشه میکنم performance based سعی کنید شما پیرول با دو حالت است. یک ویجز هست، دومیش ما لیست میکنم باز پیش میریم. یک دیگه چی هست؟ سالاری هست. سالاری با چیکار است؟ میشه گفت که فیکس and agreed. سعی کنید شما دو حالت پیرول با خود میگیره. پیرول در مجموع تعریف خیلی خلاصه داره. هر نوع درآمدی که کارمند میتونه داشته باشه نامش چی است؟ پیرول هست. اینا درآمد میتونه که دایرکت باشه، کش باشه یا کم ایندایرکت باشه، یا کم بنفیت کارمند به دست بیاره، مثلا فود، سکیوریتی یا کدام سرویسز دیگه کارمند به دست بیاره، اون هم شکل از پیرول میتونه که باشه. پس ما شما پیرول رو دو دسته تقسیم کردیم. یک ویجز هست، یک چیز سالاری هست. اینا فرقشون چی است؟ ویجز که است دستمزد گفته میشه. یا هر نوع پیمنت یا هر نوع پرداختی که بر اساس عملکرد کارمند پرداخت شود اونم چی است؟ ویجز است. پرفورمنس بیس یعنی مثل عملکرد کارمند ما شما نظر میگیرید که اگر کارمند بیشتر کار کنه میتونه که ویجز بیشتر باشه، اگر کمتر کار کنه ویجز میتونه به این شکل کم باشه. مثالش میتونم براتون یک کنستراکشن ورکر در نظر بگیرید، کارگر ساختمانی در نظر بگیرید. هر قدر روزهای بیشتر کار کنه به اون اندازه معاش بیشتر میگیره. صحیح؟ یا کارمند در نظر بگیرید مثلا ساعت کار میکنه، پس هر قدر ساعت بیشتر کار میکنه اما قدر معاش بیشتر میگیره. یا کارمندای در نظر بگیرید که بر اساس یونیت بیس کار میکنن، مثلا هر تعداد یونیت تولید میکنن و اون تعداد معاش میکنن. پس سعی کنین هر نوع دستمزدی که واریبل باشه، متغیر باشه، وابسته به چی باشه؟ وابسته به عملکرد خود کارمند باشه. اونم چی است؟ ویجز. در افغانستان ویجز میتونه به کدام حالت باشه؟ کنستراکشن ورکر هست. کارمندای ساختمانی دیگه یا میتونیم مثال بزنیم ویجز را کمیشن یک شکل از پیمنت است که شما بعدا میایم، ولی میتونه شبیه ویجز باشه وقتی که واسه به عملکرد خود
کارمند بتونه باشه دیگه. مثلا شرکت‌های تولیدی در نظر بگیریم، خیاطی‌ها که از فابریکه‌ها کس نه، با اساس فرض خیاطی رو در نظر بگیریم، به تعداد برشت میتونن به اون تعداد کارمند دستمزد میگیره به هیچ دیگه. دقیقاً بعض جاها هست که با من اساس به نظر میگیرن با سالری به کدام حالت گفتم میشه، سالری به حالت فیکس باشه، معاش باشه. مثلا کارمند قرارداد انجام میده، مثلا ما 30000 افغانی، ما 1 لک افغانی فرض کنیم معاش داره، با اساس فیکس پیمنت میشه شده، با اساس میتونن پیمنت کنه به نظر بگیرن. اضافه کنید اینجا پرفورمنس ریلیتد نیست، کارمند مشکل نیست کم زیاد کار کنه که زیاد کار کنه، معاشش ثابت هست و با کارش اصلا ربط نداره. این قدر فرق میتونه باشه. پس مشروط دو نوع موضوع فامیل یک ویژه هست که سریع است پیرول که مشروط نظر گرفتیم. پس هر نوع چیزی که دوی به دست داره و شکل از چی میتونه باشه؟ پیرول باشه. است تا جا خبر کلی واضح است که چیزانی پیش میریم موضوعات بعدی را و مشروط میریم چند اسلاید دیگه را میخونیم. یکی اینجا مشروط داریم راست داریم. راست داریم که پیش گفت بس خلاصه نشه کنم پرداخت ساعتش میکنیم ناخالص. است یا قسمش میکنیم که the agreed ساده رو خیلی ساده میشه که براتون پرداخت ناخالص میتونه شکل چی باشه؟ گراس پی. سعی کنید دیدکشن اینجا وجود نداره. پس ما شما چی داریم؟ البته دیدکشن داریم. دیدکشن چی است؟ میشه گفت که یعنی amounts deducted میشه میتونیم که هر نوع چیزی که از گراس پی منفیش هم چی است؟ دیدکشن. یا خیلی خلاصه کسرهای ماش میتونه شکل چی باشه؟ دیدکشن هایش باشه. چند دقیقه به دیدکشن میایم و یک موضوع دیگه است چی هست؟ نت پی هست. نت پی باز چی میشه گفت که پرداخت شما میگیم که پرداخت خالص نظر بگیریم. صحیح است؟ پرداخت خالص. اگه خیلی خلاصه شکل میشه گفت که take این تا چیزا میتونیم در نظر بگیریم. یا مقدار پرداختی که کارمند عملا رو به خانه میبره، یا میشه گفت تیک اوی پی یا تیک پاکت به وقتا میگن. مقدار پیمنتی که اولا کارمند به دست میاره اینا چی است؟ نت پی. پس برای سه سلای کوچک ما شما فهمیدیم که گراس پی چی است، دیدکشن ها هم کسرهای ماش است که چند دفعه سمتش میایم و آخریش چی است؟ نت پی یا پرداخت خالص که ماش به نظر میگیریم یا پرداختی که عملا کارمند رو به دست میاره اینا چی است؟ نت پی. قابل درک است براتون نه؟ و اگر ما شما نت پی رو مثبت کنیم بسیار مثلا ساده لیست میشه. صحیح است نه؟ نت پی چیزی مثبت میشه خیلی راحت دیگه. اگر ما شما در نظر بگیریم میشه میگیم چی؟ گراس پی منفی دیدکشنز. دیدکشن ها که از گراس پی منفی شه و ما چی حاصل میشه؟ نت پی یا مقدار پیمنت خالص کاملا به کارمند تعلق میگیره. اینو ما شما چی میگیم؟ نت پی. پس این موضوع سی موضوع خیلی خلاصه رو بسازیم پیرول فهمیدیم بجز مسئله گراس پی دیدکشن و نت پی. نت پی بسیار ساده میتونه اینجا محاسبه شود، هیچ مشکلی شما پیش نمیاد. تا اینجا تا فعلا کلی چیز واضح است براتون نه؟ چه سوال ندارین؟ دقیقاً. این نظر به اگریمنت است. یک موضوع است که یک مقدار ماش کارمند همیشه به صورت ریتنشن در پیش پروسس نگهداری میشه. ضبط میشه. پس یک ضمانت در نظر میگیره. مثلا کارمند 3 سال کار کرده، از 3 سال مثلا 2 سال و 10 ماه شده میشه 2 ماهش ضبط میشه پیش بیزنس. در حالت‌های مختلف تا کارمند که در این سال انجام نداده و 2 ماه بهش پرداخت نمیشه. بعد از اینکه چهار کانفرم کرد بله هیچ مسئله با کارمند نیست، استای پیش کارمند بود درست است، کل چیز گرفته شده. بعد از باز فولاً فاینال میکنن تمامی رو 2 ماه کسر رو باشن پیمنت میکنن و کارمند میشه. صحیح 2 ماه فقط یا یک مناظره با پلیس یک نهاد فرق میکنه. حتی جایست تا 3 ماه مش کارمند به شو قید میکنن شبیه ضمانت هست. تمام موقعی که باز کارمند استعفا داد کل مسئولیت خلاص کرد و 3 ماهش یک بار پرداخت میشه. واضح است دقیقاً مثلا فریزر است. مثلا نشان است که مشمول نظر میگیرید. باز اونو جزء دیدکشن نمیاد. خط کردید دیدکشن اونو پایمنت هست که هیچ به کارمند تعلق نمیگیره. قابل درک است براتون فعلا نه؟ خیلی عالی است که مشمول تا فعلا موضوعات را فهمیدیم. پیش میریم موضوعات ادامهش میخوانیم. اینجا میشه گروه دیگه هم اضافه کنم و پیش میریم. خب در اینجا یک موضوع دیگه رو میخوام دوستان اینجا میشه که پرانتز باز کنم. میشه بگیم دیدکشن است. دیدکشن یا میشه کنم خیلی راحت کسرهای معاشات. خیلی مثلا صاحبش توضیح بدم براتون. دیدکشن ها به چند نوع میتونه باشه. سه که دوستان دیدکشن یا کسرهای معاش است.
موش می‌کنیم کسرهای موش کدام موش هست مقدار چیزایی هست که از موش اصلی چی میشه کم میشه و هیچ وقت به خود کارمند نمیرسه. این جو میشه دیدکشن های است که مورد نظر میگیریم. دیدکشن ها مجموعاً به دو حالت میتونه باشه. به دو حالت ممکن است به وجود بیاید که این مرتباً هر دو حالت به نظر میگیریم. یک حالت اولش نظر میگیریم میگیم که statutory deductions deductions میشه گفت که تعریف خیلی خلاصه میکنیم یعنی deductions deducted based on UV law. هر نوع دیدکشن هایی که بر اساس قانون یک دولت یا نقش امضای کشور منفی شده میشه است statutory deduction است. کم تلفظش سخت است نه statutory deduction میتونه باشه ولی استاتوت چی معنا میکنه در پر فرم خیر میخوان استاتوت قانون معنا میکنه. صحیح قانون اساسی شما 300 چند ماده 100 چند ماده صحیحو ولی هر دونه قانون کس نمیشه استاتوت هست. پس اکسی میتونیم استاتوت دیدکشن و دیدکشن های با کسرهای گفته میشه که با اساس قوانین اساسی کشور او منفی شود. اینا کدام دیدکشن ها میتونه در افغانستان باشه که 2% و 2% والی موشون پرداخت میکنیم. چند اخبار هم سمتش میاد. وزارت مالیه میگیره. دیگه نه دیدکشن‌های داریم در کشور خود شما؟ نداریم؟ دیگه تاکس ها 200% است. دیگه دیدکشن داریم واسه دولت؟ نداریم شما. نه زیاد کم است. یا شاید مثلا کسی که یک بسته بلندرتبه دولت کار کنه شاید اگه دیدکشن بخاطر سکیوریتی داشته باشه. اگه دیدکشن دیگه ممکن است باشه. ولی جنرالی این موضوع فقط یک دیدکشن داریم در افغانستان. قانون مالی معاشات است که در نظر گرفته میشه. یا داریم شما؟ از حالت میگیرم نه موضوعات دیگه است که گفتم میایم صحیح است دقیقاً نه اون موضوعات دیگه فرق میکنه صحیح است دیدکشن هایی که شما داریم اینجا کسر است ترافیک الاونس استفاده دادن نمیشه این منفی بشه حساب کنه صحیح است استپین و فود یا ترانسپورت هر چیزی که استفاده دادن نمیشه اضافه است ولی این هر چیزی که از ماش اصلیتون شود کم شود این ماش سرکز یک شور چند دیدکشن وجود داره یک شور نشنال اینشورنس کانتریبیوشن است که پرداخت میکنه NIC است که برای F6 میخونین دکتر انگلستان نظر به مارشتان شما در کل دیگر هم به دولت میتونید هر قدر که مارشتان از لیمیت زیاد میشه در شما در چند لیول مختلف تکس میتونید معمولا 12.5% مارشتان به صورت NIC پرداخت میکنید که اضافه نمیشه که دیدکشن کرده باشه بعضی حالات هست که شما مثلا کامپالسری با دونیشن باید پرداخت کنید اگر مارشتان خیلی زیاد میشه انواع دیدکشن دیگه میاد اینجا قانون مشخص برش وجود داره ولی در افغانستان فقط یک دیدکشن هست که اون 200% 200 هست. پس اگر شما خیلی خلاصه بگید استاتوتری دیدکشن و او از کسرهای گفته میشه و او شکل از دیدکشن های گفته میشه که با اساس قوانین اساسی کشور میشه یا بیسش یا دلیلش باشه قانون کشور باشه قانون در کس برای است خدا سعی کنیم آیا کسی که در افغانستان کار میکنه من نظرتون میتونه که استاتوتری دیدکشن ایگنور کنه هیچ نظر نگیره این قابل ایگنور شدن نیست فرق نمیکنه داخل افغانستان باشین در هر گوشه دنیا باشین استاتوتری دیدکشن هیچ وقت قابل ایگنور شدن نیست بخاطر که در هر کشور کار میکنین در هر جای باشه خود قانون داره صحیح است بدون قانون هیچ کشور نیست پس هیچ وقت ایگنور نمیشه در هیچ دلیل ایگنور نمیشه پس ما شما استاتوتری دیدکشن یک بخش فهمیدیم حالت دومی بسیار ساده است میگیم که نان استاتوتری دیدکشن صحیح این شکل دومی دیدکشن است که ما شما به نظر میگیریم صحیح است اینو چطور میگیم که any deductions deducted based on agreement هر دیدکشن هایی که توسط توافق صورت میگیرن صحیح است با اساس توافق کی امپلوی و امپلویر توافق بین کارمند و کارفرمای که صورت میگیره اون چیست نه استاتوتری دیدکشن هایی که غیر قانونی است ولی غیر قانونی نیست توافق صورت میگیره ولی چون با اساس قانون یا استاتوت سپورت نمیشه ما چی موندیم من استاتوتری دیدکشن موندیم قابل درک است نه از قسمت نه استاتوتری دیدکشن هر نوع دیدکشن هر نوع کسرهای ماشه که با اساس توافق بین کارمند و کارفرما صورت میگیره یعنی شکل از چی است نه استاتوتری دیدکشن است پس میتونیم بگیم که این مجرای قانونی با قانون اساسی کشور نداره ولی چگونه انجام میشه با اساس توافق است فرضاً مثلا در افغانستان زیاد است دیدکشن ها در جای کار میکنیم به خاطر غذا از ماشتان کم میشه مثلا اگر ترانسپورتشن برنامه تقسیم شما میشه گفتن یعنی ماشتان کم میکنه صحیح نه یا مثلا دیگه سکیوریتی شد که براتون هلت است نه دیگه چی میتونه باشه غیر حاضری خود شکل دیگه دیدکشن دیگه است که میتونه نظر میگیریم ولی اینجا چی پرفورمنس خوب باشه کم باشه این درک میشه غیر حاضری یک شکل دیدکشن دیگه است که میشون شما خبر سمتش
نه سعی کنید این بساط اتوماتیک همیشه از مشتم کم میشه. مثلا فود میتونه باشه، ترانسپورت میتونه باشه، سکیوریتی میتونه باشه، حتی حالتایی در نظر بگیرید شما در هتل خیلی لاکچری کار میکنین، حتی ممکنه سحر در سرویس لاکچری که استفاده میکنین از اون از مشتم کم کنه، حتی لیوینگ الاونس رو شاید کم کنه. صحیح نه؟ در حال هم دیدکشن میگم میتونه باشه. بس فرق بین استش دیدکشن و نان استش دیدکشن رو شما درک کردیم و فهمیدیم. تو فقط واضح نیست به کلگی. خیلی است. و یک موضوع دیگه هست که را شما میخونیم بگذاریم سمت مثالای پیرول. شما موضوع کانتریبیوشن میخونیم. صحیح است؟ کانتریبیوشن دیدکشن چه رقم منظورش هست؟ صحیح کنید. منظور از کانتریبیوشن که بخوایم با موضوع کار بسازیم. صحیح کنید شما دیدکشن با چند است؟ دو است. یا استش دیدکشن است یا هم استش دیدکشن. صحیح کنید. همین که میگم کسر معاشا. وقتی کسر معاشا رو میگیم به این معنی است که اونی پیسا حتما از معاش است چی میشه؟ کم میشه از گراس پی. صحیح نه؟ اونها کانتریبیوشن دیدکشن چه رقم است؟ کانتریبیوشن حالت است که بعضی این کسرها را کارفرما پرداخت میکنه، بعضی کس خود کارمند پرداخت میکنه. مثلا فرض کنید یک نفر از معاشش $7,000 فرض کنید باشه، 7,000 افغانی مثلا معاش میگیره. صحیح است؟ اونها وقتی معاش میگیره کارفرما بهش میگه که تاکسی دولتی رو باید خودت پرداخت کنی. صحیح نه؟ پس از 7,000 2% 10% چی میگیره؟ خود کارمند باید پرداخت کنه. به این معنی است که 7,000 به خود کارمند میده، کارمند یک بخش جدا میگیره میره به دولت پرداخت میکنه. سل کنین این مسئله دیدکشن بالای کی اومد؟ بالای کارمند اومد، بالای کارفرما. کارمند دیگه وقتی که کارمند پرداخت نکنه خود 7,000 افغانی یا هر قدر که باشه مشخص خودش میگیره. ولی چه مسئله بدوش خودش است نامش میگه امپلوی کانتریبیوشن. اینا سعی کنید برای کارفرما آیا یک مصرف هست یا نیست؟ دقت کنید برای کارفرما یک مصرف نیست دیگه. چرا وقتی کارفرما یک $7,000 و هیچ مسئله دیگه رو بدوش نگرفت. ولی باز دیگه کشور بعض قانون دیگه وجود داره. مثلا وقتی که بزنس کارمند استخدام میکنه دولت فوراً بدونش میگه خب از سرک استفاده کردی، سرک از ماسک مثلا باید پولش پرداخت کنی، از امنیت استفاده کردی باید پولش پرداخت کنی، از هر سرویسز یک استفاده کردی باید پولش پرداخت کنی. وظیفه ببینه که کارمند استخدام کرده، کارمند شهروندای کیه؟ شهروندان کشور است فرض کنید. خب یا میر از وقتی کارمندای شهروندای کشور استخدام کرده میگه وقتی از این باید دانش کنی پول پرداخت کنید. مثلا شما افغانستان تصور کنید شما چند نفر استخدام میکنید دولت به دانش شما بگه که یک مقدار مصارف خود باید پرداخت کنید. در ضمن وقتی کارمندایی که استخدام کردین وقتی از افراد باید چیکار کنید؟ به دولت پول پرداخت کنید. دلیل چی است؟ دولت دلیل قسم میگه ما باعث شیم که فرد اسکیلز یا مهارت ایجاد شود وجودش. ما در مکتب دولتی درس خوانده، در پانتون دولتی درس خوانده و فعلا هم اسید جور شده. پس ما هم در اسید سهم داریم. پس باید چیکار کنی؟ یک بخش از این وقتی از اسید که استفاده می‌کنی، وقتی شهروند استفاده می‌کنی تو باید چیکار کنی؟ به ما پول پرداخت کنی. پس چیکار می‌کنی؟ کارفرما قسم میگه 7,000 یا فرض کن 10,000 افغانی به خود کارمند میده و 2,000 افغانی را کی میده؟ دولت میده. دقت کردین تو قابل درک است بکنید. در افغانستان یک قانون وجود نداره. بخش نمیشه گفتیم. بزنس‌ها کمی کارشان راحت است. ولی دیگه کشورها یک موضوع وجود داره. نه تنها که باید کارفرما بر کارمند دولت پرداخت کنه پیسه، بلکه حتی بیمه کنه کارمند را. حتی در حال هم مورد مصرف دیگه‌شون به عهده بگیره. قابل درک است براتون تا اینجا نه که یک نوع امپلوی دیدکشن یا امپلوی کانتریبیوشن به او کانتریبیوشن هایی گفته میشه که توسط خود کارمند پرداخت میشه. ولی امپلوی کانتریبیوشن به او کانتریبیوشن هست که توسط کارفرما پرداخت میشه. قابل درک است براتون. پس شما میشه که تعریف هایش داشته باشه و پیش بریم. اینجا ما میایم اولین موضوع خود یک سویس دیگه هم باریم. سعی کنیم یک شیره قصد نشته میکنیم که امپلوی خیلی خلاصه نشته میکنیم. اگر مکمل از کتاب نشته کنیم نشته میکنیم simply asset benefit contributions سعیز نی؟ یک قسم نشته میکنیم. تعریف خلاصه کنم میشه گفت که بر پرداخت خیلی خوب بر نشته میکنیم بسیار ساده‌تر نشته میکنیم پرداخت توسط خود پرداخت می شود. بیشه بسیار ساده توضیح دادم که با کدام شکل با پرداختایی که توسط خود کارمند انجام میشه است و حالت دوم چی است؟ بگوین امپلویر سعی کنید شاید سوال خلق شد براتون چرا ست بنفیت میگم صحیح است؟ اینو براتون توضیح میکنم.
بسیار با سختی تایپ شد نه؟ دقیقا مقص بعض وقتا کیبورد به هم میخوره صحیح است. بیشتر میکنیم که پرداخت هایی که البته توسط کارفرما صحیح کنین چرا استت بنفیت کانتریبیوشن میگن صحیح است. ایمپلوی کانتریبیوشن و ایمپلای کانتریبیوشن خود درک است نه چرا استت بنفیت میگن صحیح کنین که شما هر کنین موضوع مکمل موضوع براتون کلیار بشه چه استت صحیح کنین استت چی معنی میده دولت معنی میده صحیح میگین اینا که استت دولت نمی‌کنه صحیح استت دولت معنی میده بنفیت چی است فایده و خلاصه بگم براتون هر نوع سودی که برای چه دولت درسته شما تصور می‌کنید دولت هستین شما کنترل میکنید کل نفوس یک کشور کنترل میکنید پس سعی کنید چی نوع استت بنفیت میکنید بگیرید سعی کنید در مقابل دو نفر ایستاده است یک نفر کی است بزنس است اونرش است یک نفر چی است کارمند است اینالی اگر اون بزنس کار کنه میره خب باعث میشه واسه شما استفاده کنه است نفوس شما استفاده میکنه که باعث میره ثبات باعث میره پس شما چیکار میکنید فایده مکرو شد با استت بنفیت مکرو شد از کارفرما میگیرید و استت بنفیت ایمپلوی رو میبینید طرف ایمپلوی رو میبینید تو هم ماش گرفته رای استاد ماشای خیلی بلند هم میگیره پس رو به جای ایمپلوی هم برید به جای کارمند هم برید خب وقتی تو کار میبینید ما باعثیم که بزنس اینجا استوار است و تو ماشین میگیرید صحیح است پس از خود موجود هر دو طرف استت بنفیت میگیرید یک از ایمپلوی میگیرید یک دیگه چی است استت ایمپلوی قابل درک است وقتی که استت بنفیت موجود شما میشه واضح است براتون نه پس این موضوعاتی بود که شما در پیرو یک بخش البته به تفصیل بحث کردیم کسرهای بسیار ساده هستن تو حالت وجود داره که استاتوری و دیگه شما هست نان استاتوری استاتوت بر اساس قانون هست نان استاتوت بر اساس توافق از بین کارمند و کارفرما این قابل قبول است برای دولت و کانتریبیوشن که صورت میگیره با دو حالت است یک کانتریبیوشن است که توسط خود کارمند انجام میشه یک شکل کانتریبیوشن دیگه چی است توسط کارفرما قابل درک است کنید امشب امروز البته ما بسیار موضوع جالب دیگر هم میخونیم و در قسمت پیرول ما بحث کردیم هر چیزی که توسط یک ایمپلوی به دست بیاره نامش است پیرول هست بحث کردیم ویجز و سالری بود گراس پی ریدکشن و نت پی بود که ما شما امروز یک بخش خواندیم امیدوارم موضوعات براتون تا فعلا واضح باشه ساده است تا فعلا خیلی است خسته شدید دوستان عزیز پس میشه یک گیم بازی کنیم سعی است خستگیتان رفع شود سعی است فرض کنیم که ما شما چند تا مارکر داریم 4 تا مارکر داریم صحیح است یعنی 4 تا مارکر داریم فرض کنین اگر ما 3 تا مارکر بگیریم نه چند تا مارکر میمونه چند تا مارکر داریم 3 تا 1 تا اگر به انگلیسی بگیم بهتر خود واضح شود نه میگه suppose you have 3 apples صحیح است تصور کنید شما چند تا سیب دارین 3 تا سیب دارین if it takes 2 یعنی دو تاش گرفته باشین چند تا اپل دارین 2 تا ندارین دیگه صحیح جوابش 1 نیست توجهش نمیشم ولی بعضی حالات میگن که جوابش است 1 باشه در جوابش 2 میتونه مختار شما 2 تا نداره 3 تاش باشه 2 تاش بگیرین دقیقاً موضوع جواب میتونه باشه و بعد خود سر تصور کردن که ریسورسز چه استفاده میشه من امروز یک موضوع رو خواندم درباره سستینبیلیتی یا پایداری موضوعی است که فرض کنین نسل‌های بعدی تصور کنین ما شما نسل جالب هستیم نه فرض کنین فیول یا منابع معدنی در کل اگه دقت کنیم در نسل قبلی مثلا یک قرن قبل قرن 18 و 17 زیاد استفاده نشده نه زغال استفاده شده و نه نفت و نه هیچ معدن دیگه استفاده نشده ولی ما شما نسل هستیم که بیشترین استفاده را در تاریخ بشریت از زمین استفاده میکنیم هر نوع منابع طبیعی که ما شما در نظر بگیریم یا شما تصور کنید که 100 سال بعد نسل‌های بعدی که میآید اونا به نظرتون اگر تیل نمونده باشه که اون زمان فرض کنید نه 100 سال کل اگه تیل مصرف کرده باشه نسل بعدی که 100 سال بعد می هیچ تیل نداشته باشه به نظرتون مسئله بودش کی است شما مسئول هستید که شما شاید تصور کنید نسل‌های بعدی آدمای خوب نبودن کل تیل یا مصرف کردن در ما هیچ چیز نمونده دقیقاً به نظرتون کدام راه حل دیگه شاید باشه به نظر بدیل چی فکر می‌کنید فرض کنید شاید بگویید که بیتریو شاید استفاده موتورهای برقی ایجاد شده در هم مورد دیگه سولار ایجاد شده ولی خود بیتری ما که دقت کنیم لیتیوم استفاده میشه از بیتری صحیح نه خب لیتیوم یک منابع طبیعی است و این نسل تا 100 سال بعد امور ما تا خلاص می‌کنه حتی شاید الکتریک وهیکل هم موجود نباشه و حتی ممکن باشه که جنگ اسایی شه و کمال زمین از بین بره و شما ممکن است تا 100 سال بعد اصلا نسل بشری از زمین گم شوند به نظرتون باز تصور کنید که این نسل گناهکارترین نسل تاریخ زمین میتونه باشه یا کدام برداشت دیگه کنید بسیار برداشت جالب است نه و این موضوع بسیار بودن و حتی UN کاست Sustainable Development Goals را که
برای پایداری اهداف پایدار باید دقت شود. مثلا هر اکتیویتی که صورت میگیره، هر کاری که صورت میگیره باید چندین نسل بعد ما شما در نظر بگیرید که اونا در زمین حق دارن. درست است که فعلا حضور ندارن ولی در این زمین اونا میتونه که حق داشته باشن و مالک زمین است. و طبعا 100 سال بعد هیچ کدام ما شما ممکن است نباشه. طبعا صحیح است. فرض که هر کدام باشد بالای 120 سال کسی هم باشه و مر داشته باشه. چیز جالب است. پس اونا میتونه که سهم در زمین دارن. ما مثلا در تیل اونا سهم دارن، در هر نوع منابعی که داخل زمین است اونا سهم دارن. فرض کنین پلاستیک است هیچ وقت تجزیه نمیشه و همیشه در زمین باقی میمونه. یک منطقه است در کنوس آرام اونجا بسیار زیاد زباله پلاستیکی که قابل تجزیه نیست زیاد شده و این تصور میکنن میگنی به قدر زیاد میشه که آینده که اندازه یک مساحت کشور میشه و این میتونه موجودات زیاد را تهدید کنه. این درک از نه پس میتونه که شما سیاست موضوع جالب بود. بعض وقتا شاید از وجدان بگیرم آره خب ما بریم حق چندین نسل بعد ما شما چی بگیریم استفاده مثلا موضوعات میتونه که باشه برس ببینیم چه اتفاق میفته. دقیقاً میتونه باشه صحیح است. ممکن است هر صورت پیش دوستان عزیز پس ما شما موضوعات جالب امروز بحث گرفتیم. موضوعات پیرو لگ مقدار بحث کردیم، دیدکشن‌هایش بحث کردیم. میریم سمت کتاب و اگر اکتیویتی جالب است کتابتون که رو بحث میکنیم و ادامه میدیم. گروستر فهمیدیم، نتپر فهمیدیم، دیدکشن به دولت بود، استش دیدکشن و نه استش دیدکشن که به تفصیل و بحث گرفته شد و اینجا که مثالای دیگه ای است استاد است که این مثال شما حل کنین صحیح. Second, the following figures have been extracted from the traders record in respect of wages and salaries for July. Wages هم داریم و کل مورد بحث کردن. ویژه است که 6300 البته چی است؟ راست است. اینکم تکس چند است؟ 16 رو اینکم تکس برای کارمند است و کارفرما است. کارمند است. ایمپلوی ریدکشن است. ایمپلوی ریدکشن نیست. پس شما چطور کم کنیم با تکس؟ از این کم شده دیگه. 6300 از 1600 کم میشه. ایمپلوی پنشن چند است؟ 600 و ایمپلوی پنشن چند است؟ 700. اگر ما شما سوال کنیم که نت اینجا چند است؟ کارمند چی خود کنید خالص میگیره. میتونید مثبت کنیم؟ نت پیر مثبت کنید. سعی کنید چیکار کنید باید؟ نت پیر. نام کنیم 6300 منفی 6600 و منفی 600. آیا منفی 700 کنید؟ نه خیلی دیگه چرا که مصرف کارفرما است اون خود کارفرما پرداخت میکنه. پس اگر مشمک محاسبه کوتاه کنیم اینجا میتونیم 4100 میشه نه؟ اگر مشمک محاسبه کنیم البته لازم نیست محاسبه کنیم صحیح است و طبعا میتونه که جواب درست باشه 4100. سعی کنین این سال دو مشمک قرار کنید فعل محاسبه کنید 4100 و اولی دقت کنیم گفته what is the total amount the trader will have to pay for wages and salaries for July. total amount یادم باید چقدر پرداخت کنه؟ چقدر مکمل خود تجار کسی که امپلایرش چقدر پرداخت کنه؟ 7000. خیلی اصلا چرا؟ وقتی که 6300 به کارمند میده کارمند مثلا 60 که 16 که خودش پرداخت کنه 600 خودش پرداخت میکنه ولی به یادم چقدر مصرف شد 6300 و 700 دیگه اضافه میده چند شد 700. درش میفهمیم که چرا ما شما امپلایر کانسومشن داریم. درش واضحه است دیگه وقتی که ما از اسست یک دولت استفاده میکنیم حتی شهروند یک کشور میتونه اسست یک کشور باشه. از دولت حق داره که بابت از اسست پول بگیره. قبول در کسب کنه و به می دلیل اساسا است که به کشورهای همسایه مثلا کارگر افغانی میتونه که دیمند بیشتر داشته باشه. شما تصور کنید که مثلا کشور ایران اگه دقت کنیم و کشورهای دیگه اگر ایرانی خارج شود از طرف خود بزنس‌هایشان ما باید این شکل ایمپلوی کانتریبیوشن پرداخت کنیم بیمه هم باید پرداخت کنیم و در سیم گروس میتونه که بیشتر باشه. ولی با در کارمند افغانی که است برعکس است یعنی بر کانتریبیوشن نیاز نداره بخاطر که اینا جزء شهروند از کشور نیستن تکس هم پرداخت نمیکنن. پس اینا این دیگر ما اصل میکنن یه چیز کم میشه مثلا اکسپنس از 7000 به باشن خود 5000 به 4000 به حتی چیزی کمتر به او خاطر کسایی که بزنس میکنن این شکل بنفیت میتونن که جذب کنن. موضوع بعدی پروسسینگ د پیرول هست که موضوع جالبی است سایز است که را مشمول میخوانیم. سعی کنیم پیرول چگونه پروسس میشه چگونه در نظر گرفته میشه. هر موقعی که ما نزدیک ختم شدن باشیم مثلا فرض کنیم تاریخ 25 میشه معمولا اچ آر دپارتمنت اولین استپی است که پیرول آغاز میکنه. پیرول شیت در نظر میگیره چند دقیقه سمتش میایم پیرول نامه افراد لیست میکنیم کدام دیگه ما مثلا کدام افراد کار کردن
چقدر کار کردن، روزهای رخصتی و روزهای غیر رخصتی که یک شب کل موارد چیز مسئله گرفته میشه. من یک نمونهش براتون میارم. یک نمونه از پیرول میشن داشته باشیم سیست. مثلا یک شکل از پیرول نیست است که مفهوم نظر میده. خب سعی کنید این نام کارمند نیست، نام کارمند چی است، پوزیشنش چی است، کجا کار میکنه و الی متفق است پرسونال اینفورمیشن الی متفق است. کنار مسئله اشار است. و اشاره چه قسم تکمیل میکنه؟ با اساس دیتای پیش موجود است، با اساس آذری موجود است، نام‌های افراد به صورت منظم اینجا لیست میکنه. و طبعا در قسمت آماده ساختن پیرول شما از بلندترین مارش تا پایین‌ترین مارش پیش میدیم. یک موضوع و در سه وقت پیرول آماده میکنیم حتما پوزیشن در نظر بگیریم از سینیر لیول مین تا چیکار جونیور لیول یک موضوع دومی در نظر میگیریم دیپارتمنت است. مثلا اگر شما از لیدرشپ شروع بکنید یا جنرال منیجمنت خلاص شد باز بریم سمت فایننس دیپارتمنت باز چهار این قسم نباشه که اگر فایننس اینجا باشه و یک فایننس دیگه در وام باشه. فایننس ها باید پشت سر هم به اشاره ها باید پشت سر هم به ایشه باید باشه. قبول در کس براتون نه پس اشاره کس این کار انجام میده. نام فرد گروه سلطا و فرد است. پوزیشن های هر فرد را لیست میکنه. کدام پوزیشن و کدام بست کار میکنه هر فرد. با این پوزیشن و کالکولیشن و کدام پروژه است و کدام دیپارتمنت است. کل موارد این مسئله چی است؟ HR است که این کارا اینا انجام میدن. پس سعی کنیم HR تا چیزی کانفرم بگیم میگه هر کسی که در بیزنس کار کرده باید جزء لیست باشه. باید در لیست موجود باشه نامشون. الان تصور کنیم که اگر HR دقت نکنه ممکن باشه کسی نامش باشه که اصلا هیچ کارمند بیزنس نیست. شما تصور کنید که بیزنس 500 نفر کارمند داشته باشه و پیرول لیست 500 نفری داشته باشه. پس شما چطور میتونید کانفرم بکنید کارمند 334 مثلا جزء کارمندای نهاد است عملاً کار کردن. پس تاثیر خیلی زیاد مهم میتونه باشه که هر لیار هر کارمند دقت کافی موجود باشه. خب اگر این صورت نگیره این از اینکه کارمند خیالی به وجود بیاد خیلی زیاد است. ممکن باشه شما کارمندای داشته باشید هیچ در بیزنس نیستن هیچ قرارداد ندارن ولی معاش از فوریشان واسه میشه. خب در کسب نه پس HR کار انجام میتونه باشه. باز بریم سمت فایننس که این مسئله برای فایننس مطرح و معاشای هر نفر لیست میکنن و به اینجا استاندارد روتینیز معمولا در افغانستان یا 26 روز است یا 22 روز است. بزنسایی که یا نهادهایی که روزهای شنبه و جمعه رخصت است معمولا 22 روز است. ولی ماهای 31 روز وزنی 23 روز میشن. استاندارد روتینیز چی است؟ استاندارد روتینیز با تعداد روزهای گفته میشه که عملاً در ما باید کار صورت بگیره. یعنی بدون هیچ رخصتی اگر کارمند به کار بیاید باید به صورت استاندارد چند روز باید کار کنه؟ 23 روز. ولو رخصتی هالیدی هم باشه در ما فرض کنیم. صحیح؟ مثلا رخصتی پابلیک باشه یا پابلیک هالیدی کشور باشه ولی به صورت استاندارد در ما چقدر کار میکنن؟ یا 22 روز یا 26 روز. اگر نهاد مثلا روزهای جمعه فقط رخصت باشه فقط 26 روز است. وقتی که 30 روز 4 دانه جمعه رو شما کم کنین 26 روز باقی میمونه. دقت است و اگر 31 روز شما 4 جمعه رو کم کنین چند باقی میمونه؟ 27 روز. یا در ضمن اگر از یک ماه 8 روز کم کنیم 8 روز شد 4 دانه شنبه و 4 دانه جمعه که کم شد چند دیگه باقی میمونه 22 روز یا 23 روز است ما 31 روز باشه. قابل درک است براتون و شما سالاری پر چه قسم موضوع میشه بیسیک سالاری تقسیم استاندارد ورکینگ دیز شما روزانه چقدر معاش میگیرید و در ضمن ادامهش که است علامت است اگر شما کدام پیمنت کرده باشید مثلا به کارمند خود در ادامه معاش بعض نهادها هست که کردت پرداخت میکنن، سکیوریتی عمل پرداخت میکنن، ترانسپورتیشن الاوینس پرداخت میکنن یا اضافه کاری ممکن است برای کارمند پرداخت بگیرید. اینجا شما جمع میکنید. میگم که حالتایی هست که کارمند خیر حاصل باشه. مثلا رخصتی گرفته ولی معاشش مش پرداخت نمیشه. این منفی میکنید، ابسنت منفی میکنید. و توتال دیز نکته اینا رو جمع میکنید. چند روز از معاش کارمند کم شد. مورد نظر گرفتم و داخل اینجا شما چه دارید؟ پرزنت ورکینگ دیز اسپیرو است. یک تفاوت از بین استاندارد ورکینگ دیز و پرزنت ورکینگ دیز. پرزنت ورکینگ دیز با روزهای گفته میشه کارمند عملاً حاضر بوده. فرض کنید استاندارد هیچ وقت تغییر نمیکنه یا 22 یا 26 روز است. هیچ وقت تغییر نمیکنه. ولی پرزنت ورکینگ دیز که باز ممکن متغیر باشه. کارمند شاید 22 روز استاندارد باشه، 10 روز شما باشه، 15 روز شما باشه، 20 روز آمده درست شروع کنه، 5 روز داشته باشه. صحیح؟ پس اینجا وقت تکمیل کردین باز برین مرحله بعدی دیکشن هاست که باز دیکشن دیگر داره چند مختلف داریم داخل براتون چه اسم میشه نیت سری این دو ماست باشه نیت سری میتونه اینجا داشته باشه که اینی شکل از پیرول است که پروسس به این صورت میگیره. یک پارت کوچک سایز است که استپ و مرحله ولی کار صورت میگیره قسمت پیرول اشاره میاد کل از کارمندا رو لیست میکنن نامه‌هاشون و دیپارتمنت‌هاشون معاشات فایننس یک بخش کشه و
مرحله ولی درافت بشه پیشنهادی صورت میگیره. مرحله دوم باز شروع میشه HR ایمیل میکنه یا ریکوست میکنه یا حتی مکتوب نوشته میکنه برای لیدرشپ یک نهاد و دایرکتور یک نهاد به روز ارسال میشه. اونا بازی پیرو ریویو میکنن و فایننس مرحله ولی را فایننس چک میکنن. اول فایننس میکنه. بله تمامی ارقام اینجا هست، ارقام درست است و برای هر پوزیشن مطابق بودجه ماشات به نظر گرفته شده. وقتی فایننس را اپروو کرد نوبت دایرکتور یک نهاد میرسه یا جنرال منیجر یک نهاد میرسه. این موضوع در اپرووال فایننس میتونه پیرو را اپروو کنه و پروسه پیرو باز تکمیل میشه. قابل درک است برنامه. ولی شما دقت کنید برای هر نفر که نامش در پیرو باید شما داکومنت داشته باشه یا ریکروتمنت داکومنت موجود باشه. این کارمند چگونه استخدام شده، قرارداد داره نداره و از وقتی که اینا استخدام شده تا فعلا چقدر باشه کل موضوعات باید موجود باشه. و یک فرم دیگه از این پرو پیسلپ هست. پیسلپ به این شکل است. شما از کدام ماهش گرفتیم کل مورد اینجا لیست میشه. مشخصات ماهش و کل مورد اینجا لیست میشه. ولی در قسمت پروسسینگ پیرول اینمی چند استپ هست که شما در نظر گرفتیم و به این شکل لیست میکنیم. پس پیرول یک موضوع خیلی مهم میتونه باشه. فرض کنیم که نهاد تا 6000 کارمند در افغانستان است. مقدار است که 7000 کارمند در این وضعیت هستن نهادات. اینا شما وقتی که مطمئن شید که از این 7000 نفر کارمند فرض کنید 6301 کارمند آیا پیرولش درست محاسبه شده یا نشده؟ آیا کارمند عملاً کار کرده یا که نکرده؟ پس میتونه که پرسپولیس پیرول یک تیم 30 نفره داشته باشه. حتی 50 نفر در دیپارتمنت مشخص فقط روی پیرول کار کنه. این است. این با شما بحث کردیم این باشه و پیسلپ را بحث کردیم. پیسلپ داکومنتی بود که مشخصات کل معاشات یک نفر را میتونید لیست کرد. یعنی نامش چیه، سال نمبر، جواب کل موارد لیست میشه و چه مقدار تکس ازش کم شده و چه مقدار نیت بهینج شده. این تکس هم نظر به قانون افغانستان پایدار صفر است، 2% است، نیت درصد است، 20% است که شما چند نفر روی تکس ها میایه و بحث میکنیم. و امروز اگر اساینمنت دارید سایت دنی فایل براتون روان میکنم. شما برای خود و برای دوستایتان یک پیرول لیست آماده کنید که چگونه نظر می‌کنید. که پیسلپ یک فرم دیگه است که شما دارید مشخصات ببینید اجازه میشه مورد دیگه بحث میشه. یک نمونه پیسلپ است البته بسیار خیلی سیمپل است که شما دارید قابل درک است برنامه. این رو می‌خوام شما بگید پی از پی یک اضافه کردن. پیچ است پی از است. Desne, second, یک نوع پیمنت است که دو تا پیمنت از من چقدر شما فرض کنید دو تا پیمنت چند است؟ 370 دلار است. فرق کردنه اونا سیکن البته 370 دلار بگیرن تا سال این دریافت کردن سیکن به این وقت 370 دلار اینا پرداخت شد ولی چی رو باشه قبلا گرفته کجا 7 شده 90 دلار قبلا گرفته که منفی میشه دیگه سیکن پی از ارن حالت است که یک بخش از معاشات خود در مسیر را گرفته باشیم. ما فرض کنیم آخر ماه میشه 30 مثلا 10000 کار میکنه از 5 روز معاش یک بار میگیرن. باز در روز دیگه میره 3 روز دیگه باز میگیرن. و این مناسبه که از توتال پیمنت یک بخش در مسیر ما چیه؟ درسته. اون مناسبش است پی اس یو ارن است که نظر گرفتیم. مثلا شما از 370 کجا 7 شد نمودار من بگیریم و 30 شد 85 میگیریم که من چند واسه میشه 280 دقیقاً شبیه ادوانس میتونه باشه شبیه از اون شما پی از ارن در پر F6 میخونیم بعداً در تاکسیشن خب موضوعات بعدی است که میکینگ پیمنتس تو ایمپلویز با اوقات مختلف به کارمند معاش دادن میشه. یک بعضی نهادها است که معمولاً در تاریخ 22 یک ماه پرداخت میکنن معاشات 22 میلادی پرداخت میکنن یا تاریخ 30 پرداخت میکنن تاریخ 28 پرداخت میکنن یا بعضی نهادها است که در ماه دیگه در تاریخ دوم پرداخت میکنن. نظر به نوعیت نهاد و نظر به پالیسی نهاد میتونه که فرق کنه و پیمنت میتونه معمولاً به صورت پول نقد باشه یا به صورت بانک ترانسفر باشه که به شکل پرداخت میشه و میتونن که نظر بگیریم اینجا بسازیم قسمی که جلوه کردن که در کدام تاریخ و کدام صورت میتونه که پرداخت‌ها صورت بگیره. موضوع بعدی پیمنت اوتساید ایجنسیز حالت است که اگر ما کدام پیمنت یا دیدکشن‌هایی که داشته باشیم به اوتساید ایجنسیز فرض کنید دیدکشن دو حالت بود نه یک استشن دیدکشن هم میگم چی بود نه استشن دیدکشن ها فرض کنید به دولت باید پرداخت شود و نه استشن دیدکشن هم باید با شخص سوم پرداخت شود ممکن یک بزرگ دیگه ای باشه بزرگ در تاریخ های معینه پرداخت میشه مثلا تکس که است تا تاریخ ماه بعدی تا در روز بعد باید پرداخت شود کلیار شود که به این شکل میشه و فرم مشخص اولش موجود است و دوستان فکر کنم خسته شدیم فقط این اکتیویتی رو حل می‌سازیم و درس رو حساب می‌کنیم تا پیش نمیریم اکتیویتی دوم فیش اف the following does not appear on payslip کدام یک
اسلیپلس نمیشه. دیدن انجام بدیم؟ دی درست است یعنی details of employees expected pension. شما فیوچر رو نمیتونیم که اکسپکت کنیم. آیندهش نظر گرفته نمیتونیم. ولی بیدارشون که عمل اینجا لیست میشه. و دومین سوال را سعی کنیم. آخرین سوال البته گفته which is the most convenient way for a large employer to pay salaries electronically. Access to the bank, automated clearing system. بس کردیم. تازه چک هم بعض اوقات میتونه باشه در صورتی که مقدار پیمنت میشه زیاد باشه ماموزش. درست؟ در حالتی چک هم میتونه که درست کنیم. موروز بعدی دوستان موضوعات جالب‌تر می‌خونیم. بیسیک پی کالکولیشن هست که بسیار مورد جالب است می‌خونیم. اینجا ما شما می‌خونیم چون معاش سالانه رو تبدیل کنیم به معاش هفته‌وار، روزوار، حتی ساعت‌وار تبدیل کنیم. این مقدار رو می‌خونیم و مورد بعدی است که اینجا بحث میشه. برای امروز مختلف موضوعات رو بحث گرفته شد. و اون فایل پیرول براتون ارسال میشه شما پیرول عملا آماده کنین و در گروه ارسال کنین و روز ولی حتما روی تکسیشن هم بحث میشه که کدام فرم به چی پر میشه خونه‌پوشی یاد میگیریم سایت وزارت مالیه رو یاد میگیریم ARDS کیا استفاده کردین قبلا ARDS شما استفاده کردین چقدر صحیح است و دیگه دوستان دیگه استفاده کردین از منظور این سایت است که شما داریم یعنی سایتش واسه می‌بینیم سایت ARDS شما با یک پین مشخص لاگین میشین فرمایش خانه ببینیم که موضوع مهمه باشه شما اگه اپلای میکنید شما سوال شما بکنید شما این سایت رفتین فرمایش آشنا هستین فرمای تاکسی افغانستان هست که باید یاد بگیریم است و اینکه چگونه کدام مسیر شما پرداخت کنید و چیا پرداخت کنید کل مورد اینجا بحث میشه حتی نهاده که در کجا پرداخت کنید پول و دوباره چگونه کشینگ صورت میگیره و درسای فیزیکی شما میریم میبینیم و خیلی موضوعات پرکتیکال شما سشن بعدی میخونیم است سشن بعدی را وقت است خیلی از سازش پس روز بعدی ما شما پیش میریم مواد را انشاءالله ادامه میدیم و اشتر نو و در دوسای عزیز بار بانک ترانزکشن کامباین میخونیم هر دوش همزمان میخونیم کام بانک ترانزکشن و کش همزمان میخونیم بسیار مثلا جامعه انشاءالله توضیح داده میشه روز مشکل انشاءالله پیش دیگه سوال داره دوستای عزیز خیلی است خسته نباشید دوستای عزیز پس درس امروز استاپ میکنیم روز بعدی ما شما از ادامه چپتر 11 درس خود از قسمت بیسیک پی کالکولیشن پیش میریم که مورد ساده است پس میشه